унитази мо туалет майда заводской унитаз қибилаи неёкасус чакуним гӯйда агар вайрон кард ҷошо улуш мекунад гӯ ҷо позволят намкунад не шароит нест. اینا به همون سانتکنیک‌های ماهر یک مرتبه مصلحت میکنید. اگر نشود، اگر خانه خودتان باشد نه تغییر تید. اگر خریدگی باشید، اگر اجاره باشید و صاحب خانه اجازت نتید، مانند حضرت ابو ایوب انصاری میکنید. در صحیح بخاری و مسلم ثابت است که حضرت ابو ایوب انصاری گفتن که ما به سفری به شام کردیم. شام یعنی سوریه امروزه. اون وقتا اونجاها جایهای نصرانی ها بود. بعد آمدیم دیدیم که حاجت خانه ها به سوی قبله ساخته شده بود است. فکنا ننحرف عنها. وقتی که می نشستیم اقلا رویمون رو به غیر قبله می تافتیم. اگرچه جسد ما به قبله روی آورده باشدم، روی های ما به غیر قبله می تافتیم، می گردانیدیم و بعد اینکه از حاجت خانه برآمدیم نستغفر الله عز وجل و همین گناه ما از الله تعالی استغفار میپرسیم. ای الله گناه ما را بخش که همین خیلی نشسته قضای حاجت کردیم گفته استغفار میپرسیدیم گفته. یعنی در صورتی تغییر دادنش ناممکن باشد در این حالت یعنی روتون به غیر قبله میتاوید در وقت نشستن و برآمده استغفار میپرسید. لیکن علاجش هست. سانتکنیک بیارید حسابش مییابد ان شاء الله.